مقامات در کشورهای ساحل بالکان برای مانع شدن به اصل مهاجران دست و پا میزنند چون راهها به سمت کشورهای غربی اروپا بسته می شوند. خرواتیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به اصل مهاجران و پناهندگان روبرو شد و روز 17 سپتامبر بسیاری از گذرگاه‌های مرزیش را بر روی صربستان بست که عضو اتحادیه نیست. هزاران نفر از مهاجران و پناهجویان به خصوص از سوریه رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردند، ولی بسیاری از کشورهای عضو از پذیرفتن مهاجران و پناهندگان خودداری می‌کنند. صحبت امروزه درباره بحران مهاجران در اتحادیه اروپا است و با همکارم درگان شتابلیانین از بخش سربی رادیوی آزادی. درگان، اول از تحولات اخیر و سرگردانی‌های مهاجران و پناهندگان می‌گفتی. بعد از آن که مجارستان در مرزش یک نوع دیواری سیمخوری کشید، بسیاری از مهاجران به خرواتیا رو آوردند و در 2 روز 14,000 نفر به این کشور وارد شدند. در آنجا بی سر و سامانی حکم فرما است، زیرا مردم زیادی به خرواتیا آمدند و مؤسسه‌های این کشور توان قبول این تعداد زیادی پناهندگان و جای دادن به آنها را ندارند. از همین سبب خرواتیا بسیاری از گذرگاه‌های مرزیش با صربستان را بست. این زمان پناهندگان در اردوگاه‌های گوناگون جایگیر کرده شدند و آنها را به سمت اسلوونیا، یکی از کشورهای حوزه شنگن می‌فرستند که از آنجا به استریا و آلمان بروند. طور من گفتم، مجارستان برای مانع شدن به ورود مهاجران در مرزش با صربستان سیمتور و دیوار کشید و روز چهارشنبه پناهجویان که می‌خواستند به مجارستان وارد شوند با ماموران پلیس برخورد کردند. پلیس برای پراکنده کردن آنها از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور استفاده برد و افراد زیادی از جمله خبرنگاران مجروح شدند. همین گونه مسئله بزرگ رسیدگی به بحران پناهجویان است، چون که کشورهای ساحل بالکان خودشان توان حل این مشکل را ندارند و اینجا عملکرد یکجایی اروپا ضرور است. کشورهای ساحل بالکان فقیر و آسیب پذیرند که قدرت قبول سیل مهاجران را ندارند و بنا به گزارش‌ها از اول همین سال تقریباً 500,000 مهاجر از کشورهای ساحل بحر میانه زمین به اروپا وارد شدند. و چرا اتحادیه اروپا نتوانست سری وقت به این بحران رسیدگی کند؟ سبب‌های تأخیر در حل این مشکل چی هست؟ مسئله این است که در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مسائل گوناگون سر از تحریمات علیه روسیه، رسیدگی به بحران اقتصادی، کمک به یونان و دیگر مسائل اختلاف عمیقی نظر وجود دارد. رسیدگی به بحران مهاجران هم مناسب نبود و برعکس یک نوع نجات پرستانه بود. مثلا نخست وزیر مجارستان گفت که سیل مهاجران ترکیب دموگرافی اروپا را تغییر می‌دهد. نخست وزیران خرواتیا و اسلوونیا گفتند که بیانیه همتای مجارستانیشان ظهور فاشیست‌ها در سالهای 40 و 50 را به یاد می‌آورد. این زمان کشورهای اروپای مرکزی به مثل جمهوری چخیا، اسلواکیا و مجارستان نمی‌خواهند پناهندگان را قبول کنند. به غیر از فرانسه و آلمان دیگر کشورها چندان میل پذیرفتن مهاجران و پناهندگان را ندارند. در مجموع ما شاهد واکنش ملت‌گرایانه هستیم، شاهد برخورد منافع گوناگون هستیم و از جمله واکنش کشورهای خرد اروپا که از آمدن شماره زیادی مسلمان‌ها می‌ترسند. در مجموع برای اتحادیه اروپا حل بحران مهاجران مشکل می شود، چون که تنها از سوریه تقریباً 4 یا 5 میلیون پناهجو در کشورهای همسایه‌اش جمع آمدند. از جمله 2 میلیون نفر در ترکیه، لبنان پناه بردند و از این رو می توانیم بگوییم که شاهد آغاز بحرانی هستیم که سالهای نزدیک ادامه می کند. تشکر همکارم درگان شتابلیانین صحبت می‌کرد.